سلام دوستکای نازنین، خدا کنه خوب صحتمند و سرحال باشین. دوستا امروز آمدیم یک جای تفریحی، البته برای ویدیو گرفتن. و دوستا این یوتیوب هستک، همگیتان فالو سابسکرایب کنین، مرا دنبال کنین، ویدیوهای مقبول زیبا براتون پست میکنم. و ببینین با کی آمدیم. امیر قهرمان. بسیار سلام وطندارای عزیز، خوب هستین؟ جانتان جور تایت راید. وطندارای عزیز، اینجا یک پارک بسیار مقبول است. آمدیم، اینی هم دریا، ای هم مستم و ای هم ماهی. آمدیم چکر آمدیم چکر بخیر. امروز ولاگ درباره چی است؟ درباره عزیزه که روز که ما ویدیو گرفتن میریم چطور میگذره. بچه‌ها امروز از پشت صحنه براتون ویدیو میگیریم که ما چه رقم ویدیو میسازیم، چه رقم نمیسازیم. از پشت صحنه براتون میمونیم، خوب ببینین که ویدیوهای تیک تاک ما، پشت صحنه اینستا ما چقدر زحمت میکشیم. و ما از این تنها نیستیم، اینجا دوستای ما هسته، ما ویدیو میگیریم. اینا رو گرما زده شدن بچه‌ها. هم دو تا دوستایشان که اینا با کامرامانی و در بعض صحنه‌ها کار میکنن. اینا فیلم بردار است و هم زحمت کشا، اصل زحمت کشا ای است، یا هستن. هنوز یک تیم دیگه مانده بچه‌ها، یک تیم دیگه مانده که درا هستن. البته اونا در کامرا شاید کار نکنن، ولی شاید یک قسمت از یوتیوب بتونم از اونا رو بگیرم. و همیشه بگو میگه کلکش دختر. دختر اونو که شیشته است. من از خود پارکم ویدیو میذارم. ایم از امیر شوخ بلای ما که تمام برنامه، تمام همین موضوعاتی که امروز اتفاق افتاده بوده در مورد دوستش و همه چیزا رو میقصه کرد دیگه. من چیز نمونده براتون بگم. ادامه با ما باشین. نه صبر کن. راستی بچه‌ها، دختر وطنتون رو حمایت کنین. تازه یوتیوب جور کرده، میخواد بیاید در یوتیوب. ما میخوایم، از اول که در یوتیوب بودیم ولی کم فعالیت میکردم، از این بعد زیاد میخوایم فعالیت کنیم با هم دیگه. حتما کانال یوتیوبش سابسکرایب کنید، حمایت کنید، انگیزه بگیره و بیشتر از این فعالیت کنیم، شما را خوش بسازیم. جان مسین، بریم دیگه چکرها رو بزنیم. Let's go. و بچه ها عالم اینجا هستیم دیگه. امیرشان داره ویدیو میگیره. ببینین. 1 2 3 حقت بود رو بزنم. بیچاره رکش. و میبینین چقدر زحمت میایید در تیک تاک، منتظر باشید. و میبینین چقدر زحمت میکشن. شال من گرفتن. میبینین چقدر زحمت میکشن سر یک ویدیو، چقدر درد میکشن و اتفاقا چند بار پشت سر همین ویدیو رو میگیرن. و دوستای نازنین فعلا هم رفتم میریم که بریم غذا بخوریم. چیز از دوستان میگم رفتم میریم، دارم میریم بیرون. خب دوستاتون ایرانی و زبان داریم. یک ذره گدوت نشده. نه امیر یک ذره زبان تو تلس دیگه میگید. امیر ببخشید. بچه‌ها از اینجا میریم، در بیرون میریم چیکار دوری پریسا. از اینجا بچه‌ها ویدیوهای خدا گرفتیم. اینال چکرهای خودم اینجا یک ذره دیگه چکر میزنیم، جات گوش نشدیم میریم. راز میگه بریم پشت دختر. بریم پشت دختر. وقت میته به خاطر از اینکه همیشه عادت داره خودش در یوتیوب و ویدیوها گپ بزنه و چی میگن یکم راهنمای همه دوستا و گروپ هست که دوستا گروپ میشیم. بعد گروپ نه این بیخی کتاب واری گپ مثل کتاب واری گپ راز میگه. شما خسته نیستید؟ بریم پشت دختر. بچه‌ها برو بگی چه خوشگله. میشه سنجاب بینشون. زوم کو فرار تو شادی رو دید فرار کرد. خبر دیگه امیر از دستی مستراکه ستاره چرا گپ نمیزنی؟ من کی میفهمی کی بود تو؟ میفهمی کی بود؟ و بچه‌ها چی میکنی؟ داری بیشعوری میکنی امیر. و بچه‌ها داریم میریم یک قسمت دیگه پارک.
این هم از یک قسمت بسیار مقبول و زیبای پارک است. داره ما بیخی ایرانی و افغانی ما گت خورده. ما باید کم افغانی ما بیشتر حرف بزنم، چون یک جای ایرانی گپ میزنیم بیرون که میبریم، یک جای افغانی بیخی گدوت میشه. نه ایرانی رو یاد داره نه افغانی رو. بین ازشون گم شدیم. مثل کتاب گپ میزنه. بابا عمی خودت میفهمی که گدوت میشه. چرا تو میگی؟ همون یاد نداری گدوت میشه دیگه. اوکی بچه‌ها باشه یک قسمت مقبول ترش بریم. از خودم ویدیو بگیرم یک کم براتون گپ بزنم. از این جای مقبول، این ها و هوای مقبول. خب و اینم از چی میگن آلودگی هوا. اینم از آلودگی هوا. میبینین؟ بچه‌ها رسیدیم از یک قسمت دیگه پارک. یک جای مقبول است که واقعا جای بسیار بسیار دوست داشتنی. نکو کامرا در دماغم داخل دور کنم صحیح برو. بچه‌ها جای مقبول شمیر میبینیم و در مورد جایا گپ میزنیم و هم نظرات خودم میگیم. این طرف چقدر مقبول است، این طرف ها بسیار، یعنی هر قسمت پارک که میریم یک مقبولیا و یک چی میگن شکل زیبای جدید خود داره دیگه. از اینجا ویدیو بگیر کم جلوتر گرفتیم، مثلا از داخل میدان هم کاش ویدیو میگیریم. درختایش نشان بدید. جنگل آوازان. جنگل چی؟ جنگل کجا؟ آوازان. کسخل آمازون. جنگل آوازان. بچه‌های دیگه هم میامدن، دختر خانمای دیگه که بودن. دختر خانمای اونا داخل ویدیو نمیان. یکم دیرتر میاد. این گپا رو نزنید. اگر بیاد من براتون یکم پایانشون رو نشون میدم. بیاین ما سعی کنیم کلا مثلا یک چند دقیقه کلا نه چند دقیقه کلا سعی کنیم ایرانی حرف بزنیم. کلا سعی یک ساعت کلا ایرانی حرف میزنیم. هر کس جالب بگه. نه هر کس مثلا بین حرفاش افغانی حرف زد اون جریمه است. اون باید امروز که میریم رستوران پول غذا رو اون حساب میکنه. اوکی. ایرانی حرف میزنیم، اگر بین حرفمون افغانی قاطی شد پول رستوران تو حساب میکنه. بیا 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 اینا رو میخوای نبازن. بیا شروع. یک دو سه شروع شد. الان میگم امیر خب این ویدیو دیدونه مونده بدونه باید اینجا بگیریم. صندلی میگی صندلی اینجاست. راست میگی اینجا باید بگیریم. چطوری داداش؟ مرسی چاکرتم نوکرتم. فدات بشم قربونت برم من. قلب منه داداشم. ستاره خانم شما ستون. چرا ساکتی؟ داداشم بشتی. تو چرا حرف نمیزنی؟ آخه چی بگم؟ هر چی دوست داری بگو. پرنسس. خب الان آنچون چیزی تو فکرم نمیاد بایدتان بگم. چی نمیاد؟ خب چی بگم؟ چرا نمیاد؟ خب الان چی بگم؟ الان هر چی دوست داری بگو. این دوربین خدمت تو هست. الان شما یه چیزی بپرسین. یه چیزی بپرسین. مثلا به نظرت جنگل آمازون که اون الان میگفت تو کدوم کشور هست؟ آمازون؟ آره. تو افغانستان هست فکر کنم. کجاست نمیفهمم. افغانستان جنگل آمازون نداره که. کجاست پس؟ چطور یعنی؟ یعنی چی؟ افغانی حرف زد؟ با خدا گفت چطور یعنی؟ چطور یعنی افغانی میشه؟ با خدا چطور یعنی؟ نه آیه قبول نیست. نه الان با خدا دوباره ایرانی نمیگه. قسم میخورم. آره چطوری میگه؟ ایرانی میگه. چپ یک بار دیگه. اشتباه. یک بار دیگه اشتباه کردی. پایتخت کابل کجاست به نظرت؟ کابل خودش پایتخته. نه پایتخت کابل کجاست؟ کابل که پایتخت نداره. همه جا پایتخت تو نگو میزنم تو دهنتو میزنم اینجا سرویس میکنم. بچه پر رو خیلی پر شدی ها. اسکال چی فکر اینجا؟ داره دعوا میکنن. خب بگو پایتخت کابل کجاست؟ کامرا رو زیر زناخم گرفتی. درست بگیر. الان اینجوری کامرا رو آدم میگیره. من رویم تاریک میفته. خب الان درست میفته. به خدا داره همش. خب یه سوال تو بپرس. هر کدوم ما یه سوال میپرسیم. بپرس. سوال چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ از این ستاره بپرس دیگه. نه اونجوری نمیشه که همش باید از یه نفر بپرسی.
بپرس. نوبتیه فکر کنم. آره نوبتی خوبه بهتره. توضیح بده دیگه. اگه آره. ماشین پنچر شه چیکار میکنی؟ آره. دیگه جواب بده. امیر خود آخه الان من ماشین ندارم. خب هر وقت ماشین داشتی چیکار میکنی اگه پنچر شد؟ اینقدر اینو تکان میدی امیر خیلی کیفیتش خراب میشه. مثلا من ویدیو بگی اینجوری مثلا واضح بیاد خوب بیاد. باشه. خب ماشین پنچر شد چیکار میکنی؟ من آخه ماشین ندارم. هر وقت داشتی؟ اگر داشتم میبردم مکانیک. خب دیگه چی سوال پرسیدی؟ مکانیک چی میگفتی؟ میگفتم ماشینم پنچره. مکانیک چیکار میکنه؟ ماشینو درست میکنه. کارش چیه؟ ماشین درست میکنه همچون ماشینالات. ماشینت خراب نشده که. ماشین تو مگه ماشین داری؟ هم مگه تو یک سوال کردی تمام شد. بگو که ماشین کوچش پنچر بشه. تمام شد. حتما تمام. ببین اینا حق تلفی میکنن. شما حق تلفی داره میکنه. حق تلفی افغانی نیست؟ حق تلفی چیه؟ افغانی هست. تمام خدا افغانی. سگ ایرانی نیست. ایرانی نیست. باختی دیگه باختی. باخت بچه شما. یه دقیقه. اینا همشون از من سوال کردن ولی هیچ بعد دیگران نوبت نرسید. فقط به من باخت. بیا از اینم میپرسم. از اینم میپرسم. دو بار باختی کلا تقریبا. نه گو خوردم اصلا دو میبازین نبودم. به نظرت گوسپندا چند سالگی میمورن؟ اون دیگه داشت نمیدونم. میمونن گفت. میمورن. ایرانیان میگن میمورن. نمیرن. با خدا میمیرن. اردوش یکیه. کشیر نگو. با خدا قسم میخورم افغانی. نه من از این سوال پرسیده داشتم. این با ستاره دو تا حساب می‌کنه. نه نیست جفتی تو. نه کو. ببین کسی که سوال میپرسه مشکل نداره. نه ربطی نداشت. سوال میپرسه مشکل نداره. وقتی افغانی حرف میزنه همینه. بیا از من سوال بپرس. نه وقت باختی. از من سوال بپرس. باختی این باخته بچا. اگه نده این چونیه. فهمیدی؟ چونی پدرت است. اگه نده سوال بپرس. اگه این نده این ستاره هر دوتاشون باخته خواب بچه. یا خدا وکیلی باختن زورشون گرفت. یه قانون میذاریم. تو باختی یک باری. چپ یه قانون میذاریم. خب پارک چی کردی خراب کردی؟ هر کس که سوال میپرسه اون نمیبازه. خب مثلا ببین یه چیز میگم. از هر کس یه دونه سوال ما 3 نفره اینا از تو سوال میپرسیم میبینیم امتیاز چقدر تو میتیم کجا غلطی میکنی. 3 سوال از این میپرسیم 3 سوال از این میپرسیم. چی کلام میگی؟ اول ما میپرسم. سوالایتون آماده کنید. اول ما ستاره میپرسیم. قانونی شد. اول ما ستاره میپرسیم. اول ما ستاره میپرسیم. بیا 3 تا سوال تو آمده کن. 3 تا سوال تو 3 تا من 3 تا نمیگم من در تو کی کلش میگیره. اینو تو بگی اینو تو در سوالاتون آماده کنید. بچا مسعود میخواد سوال بپرسه. ستاره خانم ما رو به ایرانی چی میگن؟ چی؟ ما رو به ایرانی چی میگن؟ چیو؟ مار به ایرانی چی میگین؟ بگی. نمیدونم. اینی که نمیدونم. نمیدونی باختی. یک امتیاز کم. نه چرا؟ خب باید بدونی دیگه ما رو به ایرانی چی میگن. الان اینجا دوباره افغانی حرف زد. دوباره افغانی حرف میزنه. نه ما رو نفهمید به ایرانی چی میگه. ایرانی یعنی آره ایرانی نمیدونن ایرانی چیه. نمیدونیم دیگه. آره باختی. تو باختی برو. این طالبی نکن. تو حساب میکنی تو. خب 3 تا سوال از این با ایرانی بپرس. خب من از این بپرس. داداش به این تو خارج چی میگن؟ تو خارج به این میگن هودی. اشتباه گفتی درست بگو. تو ایران چی میگن؟ باش تو اینا تو خارج میگن. خب تو ایران من میگه تو خارج میگه. غلط میگین. داره اشتباه میگه. سوالت اشتباهه. اصلا چی ربطی داره؟ بگو جواب بده. مثلا خارج کجا خارج بگو. مثلا آلمان. فکر کن آلمان اینا میگن اسپرت. خلاص باختی برو. باختی. این تو حساب میکنه بعد دیگه ما. و دوستای عزیز فعلا هم میخوایم بریم رستوران. خیلی بچه‌ها روی قدم خیلی شوخی میکنن اینا. میریم رستوران غذا خوردن. خیلی گرسنه شدیم و امیر جان تو ویدیو اومد گپ بزنید. راستی میمان ستاره هستیم امروز. چی؟
میمان تصمیم دیگه. میمان تصمیم دیگه. ما را رستوران برده رسیم. ما خودمون نان خوردم ما نمیخوریم. غذای دریایی میخوریم. تو بخور ما ساکت میشی. دوستا در روز روشن اینا خواب میبینن همچون حرفای نیست باور نکنید. امروز ماهی خوش دارم بخور. اگه غذای دریایی نمیدی رو بگو همیشه در بیننده ها بگو که نمیتونی. نه نمیتونم. اذیت میکنی مالا گوشنه هستیم 4 روز. نه ما مهمان نمیتونم. تو دیگه دخترا رو میشم. بچه‌ها میخواین که میخواین بر ما خود تپ کن. بچه‌ها میایم تو گدوت شده کنه. خب بچه‌ها ادامه ویدیو رو براتون میگیریم از پارک میریم بیرون میشیم و کتاب بخونیم. میریم رستوران و بر شما دیگه ویدیو میمونیم که چی میشه کدوم غذا رو میخوریم و چی انتخاب. ادامه برنامه با باشه. وقت غذا رو وقت خورده بودیم. چی کرده بودی؟ گفتم غذا رو وقت خوردیم. این دروغ گفت رئیس. خیره دیگه دروغ میگه بچه‌ها ما دروغ نگفتیم هنوز غذا نخوردیم. غذا رو وقت خوردیم. این ویدیو تقلبی از اوایل ویدیو پست کنه. بچه‌ها در ادامه برنامه هستیم ویدیو. الان دیگه اومدیم میریم بچه‌ها اومدن همگیشون. هوا سرد شده. میریم خیلی هوا سرد شده. دریاچه چیتگر اومدیم یعنی باملند است بسیار رستوران‌های تای داره. رستوران‌هاش خیلی رستوران‌های خوب است. همیشه ما این رستوران‌ها رو میایم اینجا میایم. دیگه میریم از داخل رستوران ویدیو براتون میذاریم. یخ. بریم ببینیم که غذاش چجوری است، رستوران چطور است. در مورد غذا هم بود بسام. یک چیزای خوب سفارش میدیم. خداحافظ. کشتی رو بالا نشیم این داخل دریاچه کشتی داره. داخل کشتی بریم غذا بخوریم اینجا داخل دریا. نه امیر تو رو خدا. اینی هم دریا رو ببینین بچه‌ها. بچه‌ها اینا برای هالووین می‌کنن چه؟ بله. هالووین یک جشن وحشتناک ترسناک در خارج است در اروپا امریکا که معمولا اینجا هم اساسا کنیم این اصلا ندیدم نمیفهم چی هست مشهور نیست ولی یاسه این چقدر ترسناکی 6 تا دست داره مثل خدای هندی هست خدای هندی ها رو دیدین 6 تا دست داره خدای هندی هست ولی ترسناک مسعود سایکو خدای هندی ولی ورژن ترسناک خیلی درست نشده این باز میخوایم از این غذای ترکی بخوریم مثلا این چقدر خوبش است ما تا حالا نخوردم ولی میخوایم یک دفعه امتحان کنیم ببینیم چی است برو داخل اینم رستوران نامش ترک است بچه‌ها ترک دونر غذای ترکی داره نان ما را آورد کباب ترکی خب یک ذره بخور ببینیم چه رقم است غذای ترکا چه رقم است بخور ببینیم که غذای ترکا چه رقم است کباب ترکی چه است حالا امتحان نکرده بودم بوی که قدر وقت شده که ما مثلا تقریبا 3 سال شد اینجا از این مرغ است از ما گوشت است بچه‌ها مرغ کس نمیخوره گوشتش خوب است بسپاد ما معمولا مرغ بخور زود بخور که منتظر است کلگی چه قسم است راست خدا بود سوس هم نریخت بیدیم مزه دار باش از ما بچه ها از ما گوشت گوسپند است ما ببینیم چه رقم است بیا بچه ها با اجازه شما میخورم ببینیم که چه رقم است اگه نصف شب دیدار رسیم ببخشین دیگه این هم کباب ترکی است ببینیم غذای ترکا چه رقم است واقعا مزه دار است واقعا ترکا خیلی غذایشون خوب است بچه ها خواهم با بخوریم باز ببینیم چه میشه